الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد. شنوندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به شنیدن دروس رمضانی جلسه 19 هم دعوت می نمایم. عنوان جلسه امروز ما پیرامون غزوه فتح مکه که الله عزوجل آن را شرافت بخشید است. تمام ستایش ها از آن الله است، ذاتی که همه چیز را آفرید و اندازه و تقدیر آن را مقرر نمود و مبدأ و منشأ هر مخلوقی را می داند و آنچه را اراده کرد در لوح محفوظ به ثبت و نگارش درآورد. آنچه را پیش انداخته هیچ کس واپس نمی نهد، آنچه را واپس نهاده هیچ کس پیش نمی افکند. هر کسی را رها کند او یار و یاوری نخواهد داشت و هر کسی را یاری رساند هیچ کسی یارای شکست دادن او را ندارد. فرمان روایی و بقا و عزت و کبریایی در این حصار خود دارد و هر کسی در این مقام با او بستیز برخیزد خار و ذلیلش میگرداند. یکتا یگانه و پروردگار بینیاز است، در آنچه آفریده و پدید آورده هیچ شریکی ندارد، زنده و پاینده است. پس تدبیر او در سامان دادن امور مخلوقاتش چه نیکو و با بصیرت است، بینهایت دانا و آگاه است. آنچه بنده پنهان دارد و در دل نهان سازد بر او پوشیده نمیماند. او را بر آنچه از فضل خویش ارزانی داشته و بر آنچه آسان گردانیده است می ستایم و گواهی می دهم که هیچ معبودی به حق جز الله وجود ندارد، یکتاست و شریکی ندارد. توبه گناهکار را پذیرفت و گناه او را نادیده گرفته و آمرزید و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. به وسیله او راههای هدایت را آشکار نموده و روشن ساخت و تاریکی های شرک را توسط او ریشه‌کن نمود و مکه را به دست او فتح گردانید. پس او بتها را از خانه الله خارج نموده و آن را پاکیزه گرداند. درود و سلام فراوان الله بر او باد و بر خاندان و یاران بزرگوار و نیکوکارش و نیز بر پیروان راستین آنان تا زمانی که ماه و بدر و کمال خویش می رسد. ای برادرانم، چنان که در این ماه مبارک غزوه بدر، غزوه‌ای که در آن اسلام پیروز گشت و پرچمش برافراشته شد رخ داد، در همین ماه نیز غزوه فتح مکه، آن شهر امن، در سال 8 هجری به وقوع پیوست. الله متعال با این فتح عظیم مکه را از شرک آکنده از گناه رهایی بخشید و آن را بر سرزمین اسلامی مبدل ساخت. توحید در آن جایگزین شرک و ایمان جایگزین کفر و اسلام جایگزین استکبار شد. در آنجا عبادت الله یکتای قهار آشکارا اعلام شد و بتهای شرک آلود در هم شکسته شد و به گونه‌ای که پس از آن دیگر مجالی برای ترمیم و بازگشت آنها نخواهد بود. و سبب این فتح بزرگ آن بود که چون صلح میان پیامبر صلی الله علیه و سلم و قریش در حدیبیه در سال 6 هجری منعقد گردید، هر قبیله که میخواست میتوانست با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پیمان شود و یا با قریش پیمان ببندد. در نتیجه قبیله خزاعه با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم پیمان شد و بنی بکر با قریش. میان این دو قبیله از دوران جاهلیت خونخواهی ها و دشمنی های وجود داشت. بنی بکر از فرصت این آتش بس سوء استفاده کرد و در حالی که خزاعه در امن و امنیت به سر می برد بر آنان یورش برد و قریش نیز پنهانی با فرستادن جنگجو و سلاح هم پیمان خود بنی بکر را علیه خزاعه که هم پیمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند یاری رساند. پس گروهی از خزاعه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و او را از آنچه بنی بکر مرتکب شده بود و از یاری پنهانی قریش به آنان آگاه ساختند. اما قریش کار از دستشان در رفت و دریافتند که با این رفتار پیمان شکنی کردند. از این رو بزرگ خود ابو سفیان را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستادند تا پیمان را استحکام بخشد و بر مدت آن بیفزاید. ابو سفیان میخواست با پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مورد گفتگو کند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به او پاسخ نداد. سپس به ابو بکر و عمر گفتگو کرد تا در این مورد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او میانجیگری کنند، اما در این کار هم موفق نشد. سپس با علی ابن ابی طالب گفتگو کرد، باز هم موفق نشد. پس به علی گفت ای ابوالحسن، نظر تو چیست؟ علی گفت من چیزی نمی بینم که برای تو سودی داشته باشد جز اینکه تو بزرگ بنی کنانه ای. پس برخیز و در میان مردم اعلان امان کن. ابو سفیان گفت
آیا گمان میکنی این کار برای من سودی خواهد داشت؟ علی در پاسخ گفت خیر، به الله سوگند، چون غیر از این چیزی دیگری برایت نداشتم. ابو سفیان این کار را انجام داد. سپس به مکه بازگشت. قریش به او گفتند چه خبری آوردی؟ پاسخ داد نزد محمد رفتم و سعی کردم با او گفتگو کنم. به الله سوگند هیچ پاسخی به من نداد. سپس نزد پسر ابو قحافه ابوبکر و پسر خطاب عمر رفتم، سودی نداشت. سپس نزد علی آمد، مشورتی به من ارائه کرد، آن را انجام دادم. نزد مردم رفتم و اعلان امان کردم. آنها به ابو سفیان گفتند این مشورت را علی به اجازه محمد به تو داد؟ گفت خیر. گفتند وای بر تو. آن مرد منظورشون علی بود. تو را بازیچه قرار داد. و اما پیامبر صلی الله علیه و سلم به یارانش دستور داد تا ساز و برگ جنگی را برای نبرد آماده کنند و آنان را از ارادهش آگاه ساخت و در قبایل پیرامون خود بسیج عمومی اعلان کرد و فرمود بار الها خبرها و جاسوسها را از قریش بازدار تا در سرزمینشان ناگهان بر آنان بتازیم. سپس با حدود 10,000 جنگجو از مدینه خارج شد و عبدالله ابن ام مکتوم را بر مدینه گماشت و چون در میانه راه بود در جحفه عمویش عباس را دید که همراه خانواده و فرزندانش در حالی که مسلمان و مهاجر بود به او پیوست و در مکان بنای ابوا پسر عمویش ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب و پسر عمش عبدالله ابن ابی امیه را دید. آن دو از هر سختترین دشمنانش بود. پس اسلام آوردند و پیامبر اسلام آنان را پذیرفت و در باره ابو سفیان فرمود امیدوارم که او جانشینی برای حمزه باشد. و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به مکانی رسید که مر ظهران نام داشت و در نزدیکی مکه بود، دستور داد لشکر 10,000 آتش برافروزند و عمر ابن خطاب رضی الله عنه را بر نگهبانان گماشت و عباس بر خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار شد تا کسی را بیابد و قریش را آگاه سازد تا نزد پیامبر بیایند و از او امان بخواهند و در مکه این شهر امن جنگی رخ ندهد. در همین حال که او می رفت سخن ابو سفیان ابن حرب را شنید که به بدیل ابن ورقا می گفت هرگز شبی مانند امشب این همه آتش ندیدم. بدیل گفت اینها قبیله خزاعه هستند. ابو سفیان گفت خزاعه کمتر و خوارتر از این هستند. عباس صدای ابو سفیان را شناخت و او را صدا زد و گفت تو را چی شده است ای ابوالفضل؟ این رسول الله صلی الله علیه و سلم از در میان مردم. ابو سفیان گفت پس چاره چیست؟ عباس گفت سوار شو تا تو را نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم ببرم و از او امان برایت بخواهم. عباس را نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود وای بر تو ای ابو سفیان، آیا هنوز وقت آن نرسیده است که بدانی هیچ معبودی به حق جز الله نیست؟ ابو سفیان گفت پدر و مادرم فدایت باد، چی بردبار و بزرگوار و نیک پیوندی. اکنون دانستم که اگر با الله معبود دیگری می بود قطعا مرا بی نیاز می ساخت و به کارم می آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آیا هنوز وقت آن نرسیده که بدانی من فرستاده الله هستم؟ ابو سفیان درنگ کرد. عباس و او گفت وای بر تو اسلام بیاور. پس اسلام آورد و گواهی حق را بر زبان جاری کرد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به عباس دستور داد تا ابو سفیان را در تنگنای دره نزد دهانه کوه نگه دارد تا سپاهیان مسلمان از مقابل او بگذرند. سپس قبایل هر یک با پرچمهای خیش از مقابل او عبور می کردند و هیچ قبیله نمی گذشت مگر آنکه ابو سفیان دربارش از عباس می پرسید و عباس او را آگاه می ساخت. ابو سفیان می گفت من را با اینها چی کار؟ تا اینکه گردانی فرا رسید که همانندش دیده نشده بود. گفت اینها چی کسانی هستند؟ عباس گفت اینها انصار هستند. سعد ابن عباده فرمانده آنان است و پرچم با اوست. چون سعد در مقابل او قرار گرفت گفت ای ابو سفیان، امروز روز کشتار بزرگ است. امروز حرمت خون مسلمان در کعبه شکسته می شود. سپس گردان دیگر آمد که با آن که تعداد افراد آن از همه گردانها کمتر بود اما همه بزرگوارتر و گرامیتر بودند. در میانشان رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش بودند و پرچمدار زبیر ابن عوام بود. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم از کنار ابو سفیان گذشت، عباس از آنچه سعد گفته بود پیامبر را آگاه ساخت. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود سعد دروغ گفته است.
بلکه امروز روزی است که الله متعال در آن شأن و جایگاه کعبه را بزرگ می دارد و روزی است که در آن کعبه پوشانده می شود. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد پرچم را از سعد بگیرند و به پسرش قیس بسپارند و دید که این کار نیز خارج شدن کامل پرچم از دست سعد نیست، چرا که به فرزندش رسیده است. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش رفت و دستور داد پرچمش را در حجون بر زمین به اهتزاز در آورند و آنگاه در حال وارد مکه شد که فاتح، پشتیبانی شده و پیروز بود و از روی فروتنی در برابر الله عزوجل سر فرو افکنده بود، چنان که پیشانیش نزدیک بود به بر آمدگی جلوی زین مرکبش برخورد کند و این آیه را تلاوت می کرد: براسی ما برای تو فتح و پیروزی آشکاری مقرر کرده ایم و بر یکی از دو جناح لشکر خالد ابن ولید را گماشت و بر جناح دیگر زبیر ابن عوام را و فرمود هر کسی وارد مسجد الحرام شود در امان خواهد بود و هر کسی به خانه ابو سفیان درآید در امان خواهد بود و هر کسی به خانه خویش درآید و در آن را ببندد در امان خواهد بود. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش رفت و به مسجد الحرام رسید. بر مرکب خویش طواف کرد در حالی که پیرامون خانه کعبه 360 بت قرار داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم با کمانی که در دست داشت آنها را میزد و میفرمود حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. و نیز می فرمود حق آمد و معبود باطل نه آفرینش را آغاز می کند و نه دوباره آن را باز می گرداند. و بتها یکی پس از دیگری بر چهره فرو می افتادند. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد کعبه شد. در آنجا تصویرهایی را دید. پس دستور داد آنها را محو کنند. آنگاه در کعبه نماز گذارد و چون فارغ شد در گوشه های کعبه گشت گذار کرد و تکبیر گفت و الله عزوجل را به یگانگی ستود. سپس بر آستانه در کعبه ایستاد و در حالی که قریش در زیر پای او منتظر بودند و چشم به او دوخته بودند که چی خواهد کرد، پس دو طرف چهارچوب جانبی در را گرفت و فرمود هیچ معبودی به حق جز الله وجود ندارد، یکتاست و شریکی ندارد، فرمان روایی و تمام ستایش ها از آن اوست، او بر هر چیز تواناست. وعده خویش را تحقق بخشید و بنده خویش را یاری کرد و به تنهایی همه احزاب را در هم شکست. ای قریش، الله متعال نخوت جاهلیت و فخر فروشی به نیاکان را از شما زدود. مردم همه از آدمند و آدم از خاک. الله متعال می فرماید ای مردم، بیشک ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد الله پرهیزگارترین شماست. بیگمان الله دانای آگاه است. ای قریش، گمان میکنید با شما چی خواهم کرد؟ گفتند نیکی برادری بزرگوار و فرزند برادری بزرگوار. فرمود پس من به شما همان سخنی را می گویم که یوسف به برادرانش گفت. امروز هیچ سرزنشی به شما نیست. الله شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. بروید، پس شما آزاد و رها هستید. و با این فتح مبین پیروزی و نصرت الله محقق گردید و مردم گروه در دین الله در آمدند و شهر مکه شهر اسلامی شد که در آن توحید الله اعلام گردید و پیامبری رسولش تصدیق شد و کتاب او حاکم گشت و حکومت از آن مسلمانان شد و شرک عقب رانده شد و تاریکیش از هم پاشید. والله اکبر ولله الحمد. و این از فضل الله متعال بر بندگانش است تا روز قیامت. بار اله توفیق شکرگزاری این نعمت بزرگ را به ما عطا فرما و در هر زمان و در هر مکان پیروزی و نصرت را برای امت اسلام محقق گردان و ما و پدران ما و مادران ما و همه مسلمانان را به رحمتت ببخش و بیامرز یا ارحم الراحمین. و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد و بر همه خاندان و یاران او باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منتظر حلقه بعدی باشید.